جهان که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. برای 5 شنبه ها فکر میکنم هر بار یک مطلبی در خصوص تعامل بین موسیقی و متن، حالا این متن میتونه نثر باشه، مسجع باشه، نظم باشه، شعر باشه، قصه منظوم باشه، هر چیزی، و شاهکارهایی که در زبان فارسی این سمفونی ها و این صداهای عجیب و غریب رو دارن رو با هم بررسی بکنیم و ببینیم که اون نقصانی که ما در موسیقیمون داریم خودش رو کجا نشون داده و چه اهمیتی داره شناختنش. من با نظامی پیدا کردم این مسائل رو، یعنی شما میبینید که مقدمه هارمونی، خدمت شما عرض کنم که سازبندی، ارکستراسیون همه رو رعایت کرده و چه بسا که بارها و بارها پیش از باخ، بتوون، موزارت، شوپن، شومان، همه این بزرگان از برامز کارهای عجیب غریب تری تولید کرده، فقط ما صداشون رو نمیشنویم بلکه اونها رو میبینیم. برای این قسمت میخوام برم سراغ مفاهیم متنی. به چه معنا؟ ما در واقع رفتار بینامتنی خواهیم کرد، یعنی بین موسیقی و حالا اینجا متن منظوم که یک نیایشه. ما به واژه ها عادت میکنیم و این عادت ما به واژه ها باعث میشه که شکل عظیم و با دقت بیشتر شکل حقیقی کلمات در ذهن ما از بین رفته باشن. فرض کنید واژه بیکس. بیکس یک واژه خیلی صاحب مطلبی نیست، یعنی ما با شنیدنش بیکسم چیزی نداره. شیمی کلمات در هر زبانی این کارکرد رو داره که ذهن رو در منطقه‌ای قرار بده که چیزی رو از رفتار متن متوجه بشه که در حالت عادی تو اون کلمه ها نبوده. در غرب تا اونجایی که من میدونم و خوندم و گوش کردم، شکل متنی همیشه ضعیفتر از شکل موسیقایی بوده و یادمه که در حتی دوران دانشگاه هم ما وقتی که برای اولین بار شعر انگلیسی میخوندیم، شعر انگلیسی رو با در واقع عروض فارسی شعر گونه میخوندیم. Whose woods desire I think I know his house in the village though. و بعد یواش یواش متوجه شدیم که نه، در زبان انگلیسی شعر فاقد این کیفیت ادا و الحانه و خیلی ساده باید بگی Whose woods desire I think I know his house in the village though. و شعر منظوم فارسی، حالا این شعر میتونه داستان باشه، میتونه یک راز و نیاز باشه، میتونه یک مفهوم عاشقانه باشه، یا ترکیبی یک پند باشه، یک رفتار عرفانی باشه، یا ترکیبی از همه اینا. اون چیزی که امروز میخوایم بهش بپردازیم رو ما به واسطه عادتمون به کلمات نمیشنویم در متن. نظامی مناجات به درگاه خداوند رو اینطوری شروع میکنه: بزرگا بزرگیده ها بیکسم، توی یاوری بخش و یاری رسم. نیاوردم از خانه چیزی نخست، تو دادی همه چیز من چیز توست. احتمالاً اگر ادوات موسیقی کافی رو داشتیم و گوش موسیقاییمون با این مفاهیم آشنایی بیشتری داشت، شکل موسیقیمون تغییر میکرد و میدیدیم که در این کلمه بزرگا و بزرگیده ها چه صدای عجیب و عظیمی قرار داره و اونجایی که به بیکسم میرسه چه عجز و ناتوانی ترش قرار داده. بزرگا بزرگیده ها بیکسم،
تو یاوری بخش و یاری رسم. بر ترتیبی من این رو با الحان زبانی بخونم اون شهدش روشن نمیشه. میریم سراغ رکویم موزارت. یک ترکی داره به نام رکس. رکس به معنای پادشاه و خود این شعر در سال 1206 توسط توماس سنت توماس گفته شده و حدود 500 سال بعد هم موزارت این رو تبدیل به یک قطعه کرده به نام رکویم. نکته مهم اینجاست که در این اثر متن خیلی کارکرد پیچیده‌ای نداره. الفاظ سادن. متن به لاتینه و با رکس شروع میشه، یعنی رکس ترماندی مایستراتیس King of tremendous majesty، ای پادشاه بلند مرتبه، ای بزرگ، ای این ایا توش نیست دیگه. King of tremendous majesty who freely saved those that have to be saved. Save me, source of mercy. Salvame, fons pietatis. اما موزارت با ساختارهای در واقع موسیقایی و قرار دادن سازها و استفاده از 4 صدای در واقع باس تا سوپرانو کاری کرده که تجلی این صدا کردن خداوند، اون پادشاه بزرگ، چیزی بیش از این کلمات باشه که اگر بعد برگردیم به نظامی می‌بینیم نظامی این موسیقی رو نهفته کرده در کلمات. با هم این تیکه رو گوش میدیم. میخواد خداوند رو، این فرشته ها میخوان خداوند رو صدا کنن که ای خدا، ای پادشاه بزرگ بخشنده، ای کسی که همه روح ها رو، همه چیز رو به فرمان تو میشه بخشید و آزاد کرد، ما رو ببخش. سالوامه، سیو می، منو ببخش. قطعه اینطوری شروع میشه. بابام بابام بابام، کوبه های پشت هم، نفس هایی که حبس میشه. خدا رو صدا میکنه. پادشاه با همون لحن دوباره، بار سوم با لحن ملتمسانه تر و پایان مخاطب قرارش بدن و جمله رو تکمیل کنن. و موسیقی آروم و آروم و نیایش و نیایش و نیایش و نیایش. و سعی میکنه که این طلب بخشش رو همه اون فرشتگان با 4 صدا خداوند رو صدا میکنن و ازش طلب بخشش میکنن برای این انسانی که به درگاهش اومده. و به ترتیب هر کدومشون سالوامه رو درخواست میکنن. با اینها در ورس های مختلف، در بندهای مختلف دارن میخونن و هر کدومشون یه بارم اون سالوامه رو تکرار میکنه. اینجا بند 2 رو میخونن. آروم 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 آروم. Save me. منو ببخش. منو ببخش واژه ضعیفی است. برای اینکه جان این مطلب ادا بشه اونجاست که ما متوجه ساختار متنی زبان فارسی میشیم که این شکوه درش قرار داره. حالا یک بار دیگه این صداها رو با متن نظامی بشنویم.
به جای اینکه پادشاه رو صدا کنه، از کلمه بزرگ و ندا قرار دادنش بزرگا و این رو با فریاد بی پایان بزرگا بزرگا بزرگیده ها. اینجاست که ما متوجه زیبایی کلمه بیکسن میشیم. بزرگا بزرگیده ها بیکسن، توی یاوری بخش و یاری رسم، توی یاوری بخش و یاری رسم. نیاوردم از خانه چیزی نخست، تو دادی همه چیز من چیز توست. و این تکرار و این تکرار و دوباره بزرگا بزرگیده ها بیکسم، توی یاوری بخش و یاری رسم. اینجا متن ضعیفه برای اینکه نمیتونه تداوم خودش رو نشون بده. ما بزرگا رو یه بار میخونیم و پشت هم تکرار نمیکنیم، اما در موسیقی این امکان برای ما فراهم شده که بارها و بارها و بارها این رو تکرار کنیم و عظمتش رو نشون بدیم و به این عظمت برسیم. و جالبه که این متون انگار شبیه همن. اون یه متن ساده است با یک موسیقی پیچیده و اینجا یک متن پیچیده است با موسیقی نهفته. و جالبه که اینجا به سالوامه که میرسه، چو کردی چراغ مرا نوردار، ز من باد مشعل کشان دور دار. به کشتن چو دادی تنومندیم، تو ده زان چه کشتم برومندیم. گریوه بلند است و سیلاب سخت، مپیچان نان من از راه بخت. از این سیلگاهم چنان ده گذار، که پل نشکند بر من این رودبار. عقوبت مکن عذرخواه آمدم، به درگاه تو رو سیاه آمدم. به درگاه تو رو سیاه آمدم، به درگاه تو رو سیاه آمدم. این موسیقیدان ما باید این رو میشنیده و باید بر اساس این اینو دیگه با تار و نمیدونم با شکل، در حالا موضوع ساز نیست خیلی، با شکل موسیقی فعلی اصلا هر کاری بکنیم باطلش کردیم و به تاریکی میره. برای اینکه این کیفیت عظمت و این کیفیت صداها در موسیقی فعلی ما وجود نداره. از همین منظر هم ما صدای این ابیات رو با دقت درستش نمیشنویم و ناخواسته اینها رو پشت هم میخونیم و یک توماری از ابیات پشت هم به نظر میاد، در صورتی که این شکلی نیست. اینها هر کدوم یه جایگاهی دارن. میبینیم که اول خدا رو صدا میکنه، طلب میکنه و خود خدا رو قاضی قرار میده، بعد ازش درخواست میکنه که این وضعیتش رو در واقع درست کنه و در پایانم از عقوبت دورش کنه. این نیازمند موسیقی است و ما این موسیقی رو در ساختار کلمات قرار دادیم. به جای یک رکس گذاشته بزرگا، 3 کلمه، بزرگا بزرگیده ها، انگار در تمام کائنات میپیچه. بیکسم. و دوباره پایینتر، توی یاوری بخش و یاری رسم، نیاوردم از خانه چیزی نخست، تو دادی همه چیز من چیز توست. چو کردی چراغ مرا نوردار، ز من باد مشعل کشان دور دار. به کشتن چو دادی تنومندیم، تو ده زان چه کشتم برومندیم. اینجا دوباره التهاب برمیگرده. گریوه بلند است و سیلاب سخت، مپیچان عنان من از راه بخت. از این سیلگاه هم چنان ده گذار، که پل نشکند بر من این رودبار. و دوباره صداها آروم و آروم و آرومتر میشه و میگه عقوبت مکن عذرخواه آمدم، به درگاه تو رو سیاه آمدم. امیدوارم مطلوبتون بوده باشه. تا 5 شنبه آینده و یک موسیقی دیگه. خوب باشید.